صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدا یکتا و رحمان و رحیم و ای پدر آسمانی و خالق جمیع موجودات عالم، تو را که تنها خدای عادل و حقیقی هستی می پرستیم و در برابر رحمانیت و سخاوت و صبر تو نسبت به ما انسانهای گناهکار و نالایق سر خیش را به خاک می افکنیم و نام مقدست را می ستاییم. ای خدا اعتراف می کنیم که ما لیاقت هیچ چیزی از تو نداریم، زیرا به گناهکار بودن خود واقفیم و می دانیم که نسبت به تو و اوامر مقدس تو و نسبت به بندگان تو خطا ورزیده و طالب رضایت و آرامی خود بوده ایم و در پی اراده تو نبوده ایم. ای خدا، تمنا این که بر ما ترحم فرما و غرور و طمع را که ریشه همه خودخواهی ها و گناهان است از ما دور کن و بگذار قلب ما خالی از گناه باشد و از روح تو لبریز. ای پدر آسمانی و مهربان، تو را شکر می‌کنیم که در عیسی مسیح خیشتن را به ما ظاهر ساخته و او را برای ما نمونه قرار دادی تا از زندگی او سرمشق گرفته و بدین وسیله رضایت تو را فراهم آورده و سعادت خیش را به دست بیاوریم. پس خدایا، اکنون که به زندگی منجی بشریت توجه می‌کنیم، استدعا داریم که هستی ما را متوجه کلامت بگردان تا چیزهای آسمانی افکار و وجود ما را پر کنه. این دعا را به نام مسیح زنده مقدس، منجی و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. در روز پنجشنبه عصر، یعنی روز قبل از عید فسح و یک روز قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح، او همراه با شاگردانش در بالاخانه‌ای در شهر اورشلیم شام عید فسح را که یاد بود رهایی و خروج قوم بنی اسرائیل از مصر بود صرف می کند و جشن می گیرند. در اورشلیم عموم مردم با شادی ضیافت‌ها برپا کرده بودند و شاگردان مسیح یقین داشتند که او در این روز، یعنی روز عید، حاضر به قبول کردن مقام پادشاهی در این عالم می باشد. پس با یکدیگر درباره مقام و بزرگی و سمت در حکومت او به بحث و گفتگو می پرداختند. با اینکه مسیح به آنها فرموده بود که به زودی کشته می شود، ولی آنها نیز نمی توانستند قبول کنند که در حقیقت این شام آخری است که با مولای خود می خوردند. آنان در پی مقام بودند. آنان در فکر این بودند که وقتی مولایشان که این همه جمعیت دور ورش است پادشاه بشود، چه مقامی را نصیب خود سازند. در حالی که آنان در پی مقام و خودخواهی برای خود بودند، عیسی مسیح برای اینکه توجهشان را
به طرز فکر الهی مبذول بدارد، کمر خود را به خدمت بسته و شروع به شستن پاهای شاگردان نالایق خود می کند. آن کلمه حق، آن مولای بشریت، آن مظهر خدا اکنون غلام همه گردیده. او که قدرت داشت با کلامی مریضان را شفا دهد، او که بر عالم ارواح و عالم اموات و عالم امراض و عالم طبیعت صاحب و مقتدر بود، اکنون با عملی مافوق انتظار بشری شروع به خدمت و شستن پاهای شاگردان بشریش میکنه. او خود را خادم همه میکنه. او که استاد بود غلام میشه و پای شاگردانش را میشوید. به راستی چه روح عظیمی دارد مسیح مقدس. چه روحی جز روح الهی قادر است چنین کاری را بکند. چه روحی جز روح القدس در برابر این نوع روحیه و آن هم در حالی که خود به سوی مرگ میرفت این عکس العمل را انجام بدهد. در برنامه گذشته 12 آیه فصل 13 از انجیل مقدس یوحنا را که این واقعه را برای ما تشریح می کند خدمتتون خواندم و حالا با کمک خدا از آیه 13 دنباله تعلیمات و گفتار عیسی مسیح نجات دهنده بشریت را براتون می خونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی خدمتتون عرض می کنم. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 13 به قلم حضرت یوحنای رسول بگشایید و اگر شما از شنوندگان جدید هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که آن را داشته باشید، من پیشنهاد می کنم که حتما برامون نامه بنویسید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمت شما عزیزان تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. با هم به کلام خدا گوش میدهیم. میفرماید و چون عیسی پای شاگردان خود را شست، رخت خود را گرفته باز بنشست و به ایشان گفت آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ این آیه می‌فرماید که وقتی مسیح پای شاگردانش رو شست سر جای خود میشینه و در حالی که شاگردان حیران بودند و از عمل عیسی مسیح در شگفت بودند و همچین خجالت زده، مسیح به آنها میگوید فهمیدید که من چرا این کار را کردم؟ آیا فهمیدید که چرا من پای شما را شستم؟ از آیه 13 مسیح می‌فرماید شما مرا استاد و آقا می‌خوانید و خوب می‌گویید زیرا که چنین هستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم پای شما را شستم، بر شما نیز واجب است پای یکدیگر را بشویید، زیرا به شما نمونه دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. آمین آمین به شما میگویم غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. هرگاه این را دانستید خوشا به حال شما اگر آن را به عمل آوردید. عیسی مسیح علت شستن پای شاگردان خود را بیان میکنه. او به آنها نمونه و سرمشق میدهد. چرا؟ چون میدانست انسان طبیعتاً مغرور و فاقد محبت است. شاگردان مسیح مثل ما انسان‌های قرن 20 فکر می‌کردند و تصور می‌کردند که بزرگی عبارت است از آن است که دیگران او را خدمت کنند و صاحب مقام و جاه و جلال باشند. ولی عیسی مسیح به آنها تعلیم و یاد می‌دهد که بزرگی در خدمت کردن است و بزرگتر از همه کسی است که بیش از همه تنزل کند و خود را کوچکتر کند و زیادتر از همه خدمت کند. بزرگی در خدمت کردن است. آنها عیسی را معلم و استاد خود می‌دانستند و خود را غلامان و شاگردان. مسیح که مقام آسمانی داشت، جلال خداوندی داشت، وقتی که از آسمان آمد آن جنبه الهی خود را از دست نداده بود، حتی در موقعی که پسترین مقام را قبول کرد. حالا به شاگردانش روح خضوع و فروتنی رو میده. به شاگردانش نوع زندگی که خدا یکتا از آنان انتظار دارد را نشان میده. عملاً خودش پای شاگردان را میشوید و میگوید من این کار را کردم تا به شما نمونه بدهم. ای یاران عزیز، به راستی چه کسی میتواند این چنین درس فروتنی را به ما بیاموزد؟ و این به ما چه نشون میده؟ نشون میده که هر چقدر ما خود را فروتن‌تر کنیم،
خدا بیشتر از ما خوشنود است. امروز ما که مسیحی هستیم بایستی همیشه این نمونه خداوند و منجی خود را به خاطر بیاوریم و هر کاری را که برای آسایش و شادمانی و رفاه برادران خود لازم است انجام بدهیم. ببینید دوستان عزیز، عیسی مسیح برخلاف بسیاری از مردم فقط تعلیم نمیداد، بلکه عملاً تعلیمات خود را ثابت می‌نمود. او هر آنچه را که از پیروانش انتظار داشت خود انجام میداد و این تفاوت بسیار بزرگی است بین مسیح و رهبران مذاهب دیگر. در مذاهب دیگر برای رهبران آن استثناءاتی قائل شدند که دیگران حق انجام آن را ندارند، ولی مسیح برخلاف آنها هر چه را تعلیم میدهد خود انجام میداد و بعد هم از شاگردانش انتظار داشت، از پیروانش انتظار داشت که این کار را بکنند. خودش اول اون کار را انجام میداد و بعد نمونه میداد به شاگرداش. هیچ رهبر مذهبی خود را اینقدر فروتن نکرده که عیسی مسیح کرده است. چرا؟ چون دوست من حرف زدن آسان است، تعلیم دادن آسانه، اما عمل کردن بسی مشکل. و مسیح میفرماید درسته که این دستور سخته، درسته که فروتن شدن بسیار مشکله، ولی ببینید من آن را انجام دادم. من که استاد و مولای شما هستم اینقدر فروتن شدم، خودم را کوچک کردم. چرا؟ تا شما که شاگرد و غلام هستید براتون یاد بگیرید، نمونه داشته باشید. میگه اگر من که خداوند شما هستم، مولای شما هستم، خود را اینقدر کوچک کردم، غلام شدم، شما که غلام و شاگرد هستید مسلماً بایستی براتون آسان‌تر باشه. پس باید مثل من رفتار کنید. پس از این تعلیم عیسی مسیح آنچه را که در دل داره به شاگردان عزیز خود میگوید. فراموش نکنید که فصل 13 با این آیه آغاز می شود که ساعت من فرا رسیده، و یا عیسی چون دانست که ساعت او رسیده این کلمات را گفت. یعنی او می دانست اکنون زمان مرگش رسیده. او که از آینده واقف بود اینطور سخنان خود را ادامه می دهد. می فرماید آمین آمین به شما می گویم هر که قبول کند کسی را که من می فرستم مرا قبول کرده و اون که مرا قبول کند فرستنده مرا قبول کرده است. چون عیسی این را گفت در روح مضطرب گشت و شهادت داده گفت آمین آمین به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهید کرد. پس شاگردان به یکدیگر نگاه میکردند و حیران میبودند که این را درباره که میگوید. و یکی از شاگردان او که به سینه عیسی تکیه میزد و عیسی او را محبت مینمود، شمعون به او اشاره کرد تا بپرسد درباره که این را گفت. پس او در آغوش عیسی افتاد و بدو گفت خداوندا کدام است؟ عیسی جواب داد آن است که من لقمه را فرو برده بدو میدهم. پس لقمه را فرو برده به یهودای اسخریوطی پسر شمعون داد. بعد از لقمه شیطان در او داخل گشت و آنگاه عیسی وی را گفت ای یهودا آنچه میکنی به زودی بکن. اما این سخن را احدی از مجلسیان نفهمیدند که برای چه بدو گفت، زیرا که بعضی گمان بردند که چون خریطه نزد یهودا بود عیسی وی را فرمود تا مایه تاج عید را بخرد یا اینکه چیزی به فقرا بدهد. پس او لقمه را گرفت و در ساعت بیرون رفت و شب بود. دوستان عزیز، در آیه 20 عیسی مسیح به فرستادن یهودای اسخریوطی به همراه شاگردانش برای رسانیدن بشارت انجیل اشاره می کند و اعلام می دارد که هیچ کس به وسیله ایمان آوردن به رسول یا فرستاده یا غلام نجات خدا را تحصیل نمی کند، بلکه به خاطر ایمان به خداوند است که شخص نجات پیدا می کنه. چرا؟ چون رسول یا فرستنده نجات دهنده نمی باشند. و ای عزیزان، در اینجا مطلبی است بسیار حساس و مهم. چرا؟ چون خیلی از ماها ایمان خود را بر اشخاصی که پیام نجات را از آنها شنیده ایم بنا می‌کنیم و این اشتباه بزرگیه. شما نباید مثلا به فلان کشیش یا رهبر مذهبی ایمان بیاورید، بلکه باید به خود منجی زنده ایمان بیاورید. نباید مثلا به من یا دیگران چشم داشته باشید و از من یا دیگران پیروی کنید. خیر، این اشتباهه. چرا؟ چون ما خودمون غلام بی منفعت هستیم. ما فقط وظیفه خود را داریم انجام می‌دهیم. ما نجات دهنده نیستیم، بلکه ما پیام آوران نجات هستیم
و نه نجات دهنده. مسیح میخواد این رو روشن و آشکارا بگه که مبادا ما اشتباهاً چشم و دلمون به انسانها باشه و نه به نجات دهنده حقیقی. اگر خیال میکنید که عیسی در برابر عمل یهودای اسخریوطی بی تفاوت بود، اشتباه میکنید. کلام خدا میگوید که مسیح در روح مضطرب شد. مسیح الان میدانست که یکی از این شاگردان از حیات ابدی محروم میشه. روحش مضطرب شد. چرا؟ چون عشق و علاقه به جان یهودای اسخریوطی داشت. میخواست او رو نجات بده، نه اینکه نابود بشه، ولی به زور هرگز این کار رو نمیکرد. شاگردان او شوکه شدن از اینکه مسیح به آنها میگوید که یکی از شما مرا تسلیم میکنید، یکی از شما به من خیانت میکنه و یا یکی از شما عامل قتل من میشه. همه حیران و مات زده بودن. نمیدونستن چه بگن. چطور امکان داره که یکی از آنان که 3 سال تمام با مولایشان بوده و با او به قول معروف نان و نمک خورده، حالا نمکدان بشکنه و به او خیانت کنه؟ پس در حالی که شاگردان حیران و شگفت زده و در حقیقت در جاشون خشک زده بودن، پتروس رو به یوحنا میکنه تا از مسیح بپرسه که چه کسی این خیانت را به او میکنه. مقصود از آن شاگردی که مسیح محبت مینود همون یوحناست که جوانترین شاگرد مسیح بود. او استاد خود را در آغوش میگیره و از او همانند برادر کوچکی از برادر بزرگ خود داره سوال میکنه، میپرسه که چه کسی این کار را میکنه ای استاد؟ و مسیح میگوید آن کس با من هم بشقاب است. آن کس از نانی که به او میدهم و با من نان میخورد این کار را میکنه. آن کس که من لقمه را به او میدهم همان است. در آن زمان رسم بود که مهماندار به عزیزترین مهمانش لقمه نان را عطا کنه و مسیح یهودای اسخریوطی را به عنوان مهمان مخصوص خود، مهمان بزرگ خود، مهمان عزیز خود میدانه. لقمه نان را به او میداد و بعد میگوید برو و آنچه که مقرر است انجام بده. دوستان عزیز، شیطان به روح و اراده یهودای اسخریوطی تسلط یافته بود و او برده اهریمن شده بود. ای دوستان عزیز، باید بگم که شیطان از ضعف‌های کوچک و عیب‌های جزئی و کوتاهی‌های جزئی که در زندگی ما هست استفاده میکنه و کم کم از آن طریق قلب‌های ما را تسخیر میکنه. برای همین از کلام خدا به ما امر میکند که به تمام گناهان خودتون، نه فقط آنانی را که عملاً انجام داده اید، بلکه برای افکار پلید، برای خواسته های نادرست، برای افکار زنالود خودمون نیز طلب مغفرت و بخشش کنیم و با حضرت داوود هم صدا شده و بگوییم خداوندا گناهان مخفی مرا و گناهان آشکار مرا، خطایای پنهان مرا ای خدا ببخش و بیامرز. زیرا فراموش نکنید که شیطان سهم خود را از خطایای کوچک وارد قلب ما میکنه. او از چیزهای جزئی ما استفاده میکنه، عیب‌های کوچک ما. و اگر ما اهمیتی به دروغ‌های مصلحت آمیز و یا خطایای جزئی ندهیم، مطمئن باشیم که شیطان به آسانی قادر روح و وجود ما را تسخیر کنه و وای به حال ما اگر تسلیم شیطان شده و خواسته او را به جا بیاوریم. فراموش نکنید که آن که مطابق اراده خدا عمل نمی‌کنه برده و غلام گناه و شیطان میباشه. و متاسفانه خیلی از ماها برده اهریمنیم بدون اینکه متوجه این واقعیت باشیم. یهودا که دیگر تاب تحمل گفتار مسیح را نداشت، یا از روی شرارت و یا خشم و از روی نفرت و طمع و شاید هم به خاطر شرمندگی مسیح را ترک میکنه. اما بقیه شاگردان هنوز حیران بودند. فضای درون اتاق آنقدر افسرده و غم زده بود که وقتی یهودا از میان آنان خارج میشه، خیال کردن که عیسی به او گفته برو نذر و بخشش شب عید را به جا بیاور. چرا؟ چون یهودا خزانه‌دار جمع بود و او مسئول بود که خرج غذا را پرداخت کنه. وقتی یهودا مسیح را که نور عالم بود ترک کرد، کلام خدا میگوید شب، یعنی موقع حکومت و حکمرانی اهریمن و زمانی که یهودا می رود تا در پنهانی و در تاریکی شب استاد و مولایش را تسلیم کند. آن محضر مقدس جای ابلیس نبود. شاگردان چه بسا یهودا را امین و صادق و وفادار به مولای خود می دانستند، ولی خود یهودا می دانست که مقصود مسیح چی بود.
چرا؟ چون کلام مسیح همانند نوری بود که تاریکی او را آشکار کرده بود، به طور که فوری از کنار نور گریخت و به سوی تاریکی رفت. او تاریکی را دوست داشت از آن جهت که فرزند ظلمت بود. او نور را از خود راند و به سوی تاریکی رفت. و چقدر جای تأسف ای عزیزان که امروز نیز مردم جهان درست همان عکس العمل یهودا را در برابر نور جهان نشان میدهند. خدا کند که ای دوست من شما جزو آنان نباشید که مبادا در تاریکی اهریمنی قرار گرفته و تا ابد در ظلمت باشید. از آیه 31 کلام را میخوانم. میفرماید و چون یهودا بیرون رفت، عیسی گفت الان پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت، و اگر خدا در او جلال یافت، هر آینه خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد. در این دو آیه متوجه می‌شویم که عیسی پس از رفتن یهودا به جای اینکه برای مرگ خود گریه کند، با لحنی زفرآمیز میگوید اکنون پسر انسان جلال یافت. البته این موضوع که یکی از رفقایش به او خیانت میکند قلب و روح مسیح را پریشان و آزرده ساخته بود، ولی از این که میدید ساعتی که از مدتها پیش در انتظار آن به سر میبرده بالاخره رسیده است، خیلی خوشوقت بود. چرا؟ چون اکنون صلیب در دسترس او بود و او میبایستی به زودی از زمین بلند کرده شود و جای خیش را در دست راست پدر خود بازگیرد و در جلالی که پیش از آفرینش جهان از آن وی بود ساکن بشه. در مرگ و در قیام وی نه تنها خود او بلکه پدر آسمانی نیز جلال می‌یافت، زیرا محبت و داوری و قدرت خدا به وسیله این حوادث کاملا مکشوف می‌گردد و ملاحظه می‌کنیم همان گونه که خدا به خاطر نوع زندگی مسیح جلال یافت، به همان نحو نیز عیسی در خدا جلال خواهد یافت، یعنی پسر در جلال ابدی و جاودان خدا شرکت خواهد جست. از آیه 33 الی آخر فصل 13 آیات را براتون میخونم. مسیح رو به شاگرداش میکنه و میگوید ای فرزندان، اندک زمانی دیگر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد و همچنان که به یهودا گفتم جایی که میروم شما نیز نمیتوانید آمد، الان این را به شما میگویم و به شما حکم تازه میدهم که یکدیگر را محبت کنید، چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت داشته باشید. شمعون پتروس به وی گفت ای آقا کجا می روی؟ عیسی جواب داد جایی که می روم الان نمی توانی از عقب من بیایی، ولکن در آخر از عقب من خواهی آمد. پتروس بدو گفت ای آقا برای چه الان نمی توانم از عقب تو بیایم؟ جان خود را در راه تو فدا خواهم نمود. عیسی بدو گفت آیا جان خود را در راه من می نهی؟ آمین آمین به تو می گویم تا 3 مرتبه مرا انکار نکرده باشی خروس بانگ نخواهد زد. در این آیات عیسی مسیح درباره صلیب و مرگ خود سخن می‌رانه و شاگردان خود را آماده جدا شدن از خودش می‌کنه، زیرا راهی را که باید بپیماید هیچ بشر دیگری نمی‌تواند آن را بپیماید. او می‌رود تا کفاره گناهان آدمی بشود. او می‌رود تا بر دوش گرفتن جرم گناهان من و شما آدمیان را از گناه و مرگ آزاد کنه. او می‌رود تا بمیرد تا ما به وسیله مرگ او زیست نماییم. در چنین حالتی از شاگردانش یک تمنا می‌کند، تمنایی که نشان و یادبود او خواهد بود و آن محبت کردن به یکدیگر است. می‌فرماید این است دستور و حکم من و یا این است وصیت من که یکدیگر را محبت کنید. نمیگوید مرا محبت کنید دوستان، بلکه میگوید یکدیگر را محبت کنید و می‌فرماید دلیل این که من شما را محبت کردم این نبود که تا شما مرا محبت کنید. خیر، مسیح نیازمند به محبت ما نیست. میگوید من از آن جهت شما را محبت نمودم تا یکدیگر را محبت کنید، زیرا محبت از خداست و هر که محبت کند شاهد امینی برای مسیح خواهد بود. در واقع مسیح آنان را دعوت به روح فروتنی و خدمتگزاری می کند. برای همینی که میگوید از من پیروی کنید.
البته محبت کردن به همسایه چیزی نبود که مسیح امر به انجام آن میداد، زیرا در شریعت موسی نیز حکم شده بود. ولی آنچه که در حکم عیسی تازگی داشت این بود که می‌خواست محبت وی برای شاگردانش نمونه و سرمشق باشه و همان گونه که او آنها را دوست داشت آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. بله دوستان عزیز، محبت مسیح در زمین چیز تازه‌ای بود. چرا؟ زیرا نظیر آن هیچگاه دیده نشده بود. اگرچه عیسی امر فرموده بود که با همه بشر حتی دشمنان خود را محبت کنید و برای آنها دعا کنید، ولی تأکید او در این آیات به رابطه صمیمانه و خانوادگی بین همه مسیحیان است. زیرا در مسیح هر نوع تبعیض نژادی، هر نوع مقامداری، هر نوع تفاوت رنگ و پوست و زبان و جنس از بین میره و همه یکی هستند. در این آیات مسیح به ایمانداران دستور میدهد که نگذارند که هیچ چیزی جای محبت را در قلب‌ها پر کنه یا عوض محبت در قلب‌های ما چیز دیگه به وجود بیاد. چرا؟ زیرا هر که محبت کند از خداست، چون خدا محبت است. حکایت کردند که وقتی حضرت یوحنای رسول سالخورده شده بود و او را به کلیسا می بردن و در جلو جمعیت جا می دادن و هرگاه به او به سخن گفتن اجازه می دادن که حرف بگوید، می گفت ای فرزندان کوچک من، ای عزیزان من، همدیگر را دوست بدارید، همدیگر را دوست بدارید. وقتی از او می پرسیدن که ای یوحنا چرا دائما این جمله را تکرار می کنی که همدیگر را دوست بدارید؟ فرمود اگر شما یکدیگر را دوست بدارید و محبت کنید، بدانید که در راه قدوسیت قرار گرفته اید. اگر شما یکدیگر را دوست بدارید و محبت کنید، بدانید که در راه قدوسیت قرار گرفته اید، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند از خدا، از صفات خدا بهره مند است. فقط محبت کن تا از خطا دور باشی، محبت کن تا از گناه دور باشی، محبت کن تا جلال خدا را در زندگی آشکار کنی، محبت کن تا صفات و سیرت خدا را نشان بدهی، محبت کن تا رضایت خدا را فراهم آوری، زیرا خدا محبت بود. و حالا عیسی مسیح آخرین دعای خود را برای شاگردانش میکنه، آخرین تمنای خود را به شاگردانش میدهد، آخرین دستور خود را میدهد که یکدیگر را محبت کنید، یکدیگر را محبت کنید، تا بدین وسیله غیر مسیحیان به حقیقت خدا ایمان بیاورند. زیرا وقتی محبت خدایی رو در زندگی شما ببینن، آن وقت متوجه میشوند که شما سیرت و صفات خدایی را در خود دارید. الحق خواجه حافظ شیرازی راست گفته است که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. محبت کنید زیرا خدا محبت است. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.